بسیار عالی. کارمون رو ادامه میدیم با انواع داده در زبان C یا دیتا تایپ ها که یه جورایی میشه گفت اصول و مبانی برنامه نویسی با این قضیه پررنگتر میشه، جلو میره و خیلی از کارهایی که ما میکنیم با همین مقدمات دیتا تایپ هاست. در زبان C به صورت کلی میشه گفت دیتا تایپ ها سه دسته کلی هستند: پرایمری ها در واقع و درایود ها و یوزر دیفایند ها. پرایمری ها یا اصلی ها و اساسی ها 5 کتگوری هستن، یه 5 نوع خودشون در واقع زیر مجموعه دارن: اینتیجر یا عدد صحیح، فلوتینگ پوینت یا عدد اعشاری که با کلمه کلیدی فلوت میشناسیمش، دابل فلوتینگ پوینت عدد اعشاری با دقت مضاعف، کاراکترها که همون حروف هستن و نوع داده void که حالت خاصیه فعلا بهش نمیپردازیم، ولی در این حد بدونید که داده بدون مقداره. حالا در فصل توابع مفهومش رو بهتر درک میکنیم. نوع derived یا حالا مشتقات داده های اصلی که از اینها نشأت میگیرن به ترتیب عبارتند از فانکشن، توابع، اری یا آرایه ها و پوینتر. فانکشن ها که نوع داده ای که بر اساس ورودی خروجی همین موارد به یک بلوک دستورات به وجود میان. آرایه ها از تکرار در واقع این نوعهای اصلی در جاهای مشخص به وجود میان. نمونه بارزش میشه بحث آرایه ها و ماتریس ها. و پوینتر هم که بر اساس آدرس دهی و کار با محل ذخیره و این قبیل موارد برای این انواع اصلی به وجود میاد. یعنی میشه گفت انواع درایود مشتقات شکل گرفته شده، نشأت گرفته شده از داده های اصلی هستند. و نهایتا یوزر دیفایند دیتا تایپ ها مواردی هستند که خود یوزر و کاربر میتونه اونها رو بسته به نیازش تعریف کنه، از جمله استراکچر یا ساختار، یونیون، اینام و تایپ دف که در مورد این هم در فصلهای آخر صحبت میکنیم. خب بسیار عالی. در این اسلاید میبینیم که 5 نوع داده اصلی زبان C به ترتیب اینت، فلوت، دابل و کر که اینها کیورد ها هستن. در فصل قبل هم دیدیم جدول کیورد های زبان C رو، اون 32 تا حرف. اینها جزو دیتا تایپ ها هستند که روش های تعریف و تخصیص به اصطلاح متغیرها 3 حالت کلی: مقداردهی، انتساب یا دریافت ورودی. پس ما از این 3 طریق میتونیم یک متغیر رو تعریف کنیم و بهش مقدار بدیم. نوع void از اینها متمایزه. گفتیم به هر حال تخصیص و مقداردهی برای void نمیشه در نظر گرفت. پس این 4 تا فقط مربوط به این روش میشه. حالا موضوعی که وجود داره اینه که بدونیم متغیر چیه. متغیر یه نامیه که برای مقدار و اطلاعات حافظه در نظر گرفته میشه. مثلا یعنی اگر ما در برنامه میبینیم که جایی عدد 2 داریم، اگر برای اون عدد 2 یک نام در نظر بگیریم، مثلا a مساوی 2، اومدیم از متغیر a استفاده کردیم و احتمال تغییرش هم وجود داره. یعنی ممکنه حرف a مقدارش داخل متغیر دیگری ریخته بشه یا مقدار خود a تغییر کنه. یعنی a در مثلا خطهای بعدی کد برابر با مثلا 5 بشه. نکته دیگر در خصوص نامگذاری متغیر هاست که باید بدونیم که چجوری باید متغیرها رو نامگذاری کنیم. به صورت کلی حروف A بزرگ تا Z بزرگ و حرف A کوچیک تا Z کوچیک همراه ارقام 0 تا 9 و علامت آندرسکور قابل قبول برای نامگذاری.
پس ما از مجموع این کاراکترها میتونیم استفاده کنیم، اما مشروط به این که اولین کاراکتر رقم نباشه. پس یعنی شما نمیتونید که یه متغیر تعریف کنید به نام مثلا 01M، این غیر قابل قبوله، ولی M01 میتونه باشه، M_01 یا حالتهای دیگری از این قضیه. حتی با آندرسکور هم میتونه شروع بشه، ولی در کل کاراکتر رقم نمیتونه باشه اولی. و نکته دیگر این که از کلمات کلیدی زبان سی هم نمیتونیم استفاده کنیم، مثلا اینت با آی، ان و تی کوچیک به عنوان متغیر نمیشه استفاده کرد. البته اشاره کردم در فصل قبل میشه مثلا، چون زبان سی زبان کیس سنسیتیو هست، میشه مثلا متغیر با آی بزرگ یعنی اینت با آی بزرگ تعریف کرد، ولی کار حرفه‌ای محسوب نمیشه این کار، یه مقدار مبتدیانه و غیر حرفه‌ای اگر بخوایم از این نوع موارد استفاده بکنیم. بسیار عالی. نکته دیگر در خصوص تعریف کردن متغیر هاست که برای تعریف کردنشون کافیه که نوع متغیر رو بگیم. نوع متغیر هم همین در واقع حالا میشه گفت 4 تا، فعلا با 4 تا کار داریم، تا فصل بعدی با void هم کار خواهیم کرد. ولی صرفا این که ما نوع متغیر رو بگیم یعنی بگیم که int a، یعنی متغیر رو تعریف کردیم. حالا در مورد این که چجوری بهش تخصیص مقدار بدیم حالا یا مقدار دیگه داشته باشیم صحبت میکنیم، ولی صرفا تعیین نوع مساویه با تعریف شدن اون متغیر. و میتونیم ثوابت هم داشته باشیم با دستور define که در مورد این هم صحبت میکنیم. خب قبل از اینکه وارد مثال بشیم و حالا روی IDE بتونیم اینها رو بررسی کنیم، یه جدول کلی داریم که دیتا تایپ ها رو اومدیم دسته‌بندی کردیم، کیوردشون که توی کدها ازش استفاده میکنیم، رنج مقادیری که میتونن داشته باشن و فرمتشون. خب موارد کلی که همون مواردی بود که خدمتتون عرض شد، از جمله اینت و حالا فلوت، دابل، کر، اینها که اصولشه حالا ممکنه با در واقع پیشوندهایی از جمله unsigned یا short long از این دست موارد هم استفاده بشن که یه تغییراتی توی بازه اعدادی که میتونن بپذیرن به وجود میاد. و نهایتا در مورد فرمتشون باید چند تا نکته تو ذهنمون باشه. در اسلایدهای قبل دستور پرینت اف رو که داشتیم چک میکردیم گفتیم که اکسپرشن یک میتونه 3 تا حالت داشته باشه. در حالت دوم اگر اشتباه نکنم گفتیم که فرمت مواردی هست که میخوایم چاپ بشه. حالا منظورمون چیه روی مثال بهتر میتونیم ببینیم. برنامه‌ای بنویسیم برای تعریف و چاپ کردن متغیرهای x، y و ch به ترتیب از نوع عدد صحیح، عدد اعشاری، کاراکتر و اونها رو میخوایم با 2 روش انتصاب و مقداردهی در واقع تخصیص مقدار بدیم. خب به IDE میایم و با کنترل N یه سورس فایل جدید ایجاد میکنیم و دستورات رو از نو تایپ میکنیم. خب بسیار گفتیم که 3 تا متغیر داریم x و y و ch به ترتیب. x میخوایم عدد صحیح باشه، عدد صحیح یعنی اینتیجر، پس میایم میگیم که int x.
این میشه تعریف یک متغیر. یعنی الان ما متغیر x رو تعریف کردیم. در اسلاید هم اشاره شد تعریف کردن متغیر صرف نظر از در واقع نحوه مقداردهی و نوع مقدار، یعنی در واقع اندازه و int x سمیکالن. در واقع الان ما اومدیم و متغیر x رو تعریف کردیم. در اسلاید ها هم اشاره شد تعریف کردن یک متغیر صرف نظر از نوع مقدار دادن، روش هایی که برای تخصیص مقدار وجود داره و صرف نظر از خود مقداری که x قراره دریافت کنه، صرفاً با تعیین نوع اون دیتا اتفاق میافته. یعنی زمانی که ما بدونیم x عدد صحیحه و اینو با در واقع int مشخصش کنیم، ما متغیر x رو تعریف کردیم. حالا اولین روش از روش‌های تخصیص مقدار و مقداردهی انتصابه. انتصاب با عملگر مساوی اتفاق میفته. حالا فصل بعد در مورد عملگرها صحبت میکنیم، ولی فعلا در این حد بدونیم که وقتی میگیم که x مساوی 4، یعنی عدد 4 رو ما انتصاب دادیم به x و مقداردهی کردیم x رو با عدد 4. این میشه روش انتصاب. روش دوم از تعریف و تخصیص متغیر بحث اینیشیالایزیشن کردن یا مقداردهی اولیه. به چه صورت؟ فرض کنید که گفتیم متغیر دوم متغیر y از نوع اعشاری یا floating point. پس ما میگیم float y مساویه با مثلا 7.7. اتفاقی که افتاد اینه که ما اینجا همزمان هم متغیر y رو تعریف کردیم و هم مقداردهی کردیم، اینیشیالایزش کردیم. این میشه روش دوم. پس ما بعد از انتصاب مقداردهی اولیه رو داریم. و متغیر سوممون ch از در واقع نوع کاراکتر هست. برای داده های کاراکتری از کیورد char استفاده میکنیم. اسم متغیر رو مینویسیم ch و این هم برای مثال مساویه با کاراکترها رو داخل سینگل کوتیشن میذاریم، مثلا حرف ام بزرگ و سمیکالن. بسیار. حالا چیزی که من میخواستم تا اینجا ببینیم و یاد بگیریم این هست که با کیوردهای متغیرها آشنا بشیم. پس ما از بین اون چند تا نوع اصلی که متغیرها رو گفتیم، متغیر int، فلوت برای اعشاری و کر برای کاراکترها، مواردیه که ازشون استفاده میکنیم. حالا میخوایم اینها رو نمایش بدیم، باید فرمت نمایشی هر کدوم هم بدونیم. وقتی میگیم printf، فرض کنید میخوایم بگیم که متغیر x برابر با عدد 4. یک راه اینه که خب بیایم بگیم که x مساویه با 4 و بکستشه. ایرادی که این مدل برنامه نویسی داره اینه که خب الان اینجا x مساوی 4 و تغییری نکرده. در برنامه های پیچیده‌تری که بعداً میبینیم x ممکنه وارد اپریشن هایی بشه که ضرب، تقسیم، جمع، منها و حالا عملگرهای مختلفی روش اعمال بشن و مقدارش تغییر بکنه. یعنی قطعا قرار نیست مثلا x برابر 4 بمونه که ما اینجا صرفا 4 بذاریم. پس کاری که میکنیم اینه که میگیم که هر اتفاقی برای x افتاد، این xی که اینجا به صورت صرفا نوشته هست مساوی xی که نتیجه این برنامه هست قرار بده. برای این کار میایم از در واقع فرمتیشن استفاده میکنیم، فرمت بندی. از پرسنتیج استفاده میکنیم، پرسنت علامت درصد و
برای اینت از حرف آی استفاده میکنیم یا دیجیت عدد از حرف دی. هر جفتش برای اینت درسته، دی متداولتر، ما معمولا از دی برای اینت استفاده میکنیم. اتفاقی که میفته اینه که در خروجی میاد چاپ میکنه x مساوی با یک عدد. این عدد رو حالا ما باید بهش بگیم که این دی، این دیجیت چیه. پس ما میایم الان میخوایم وارد فاز دوم دستور پرینت اف بشیم. خب در فاز دوم دستور printf میبینیم که اکسپرشن دوم هم خودشو نشون میده، یعنی اطلاعات مقادیر خروجی برنامه، اون مقدارهایی که میخوایم چاپ بشه. در واقع تا قبل از این فقط میومدیم میگفتیم یه اکسپرشن داخل دبل کوتیشن، یه متن، یه حالا جمله است، کلمه است، با یه سری کنترل سیکونس ها. الان میگیم که یه اکسپرشن دوی هم وجود داره. اگر بخوایم یه مقدار که توی برنامه محاسبه شده و یه فرآیندی طی کرده، به هر حال اونو میخوایم به کاربر نشون بدیم، توی اکسپرشن دو میاریم بعد از کاما. و فرمت خروجی هم توی اکسپرشن یک میاریم. این درصد دی که الان برای اینتیجر نوشتم، این مورد دوم همین اکسپرشن یکه. فرمت خروجی ها فرمتش دیجیت یا عدده. خب بسیار عالی. طبق فرمت بندی که وجود داره یه کاما میذاریم و در واقع x رو مینویسیم. اینجا در واقع کاری که ما کردیم اینه که رفرنس دادیم این درصد دی رو به x. یعنی اتفاقی که میفته اینه پرینت میکنه x مساویه با این عبارت. این عبارت هم بهش گفتیم که x. این x چیه؟ میاد توی برنامه میگرده و میبینه که x مساوی 4. حالا البته گفتم اینجا مقدار ثابته. اگر مثلا در این خط اتفاقاتی برای x میافتاد، xی که اینجا وجود داشت رفرنس میخورد به این x آخر، یعنی آخرین مقدار. بسیار عالی. حالا مثلا میتونیم اینو نتیجهش رو ببینیم. ببینید اتفاقی که افتاده اینه x مساویه با 4. ما عدد 4 رو ننوشتیم، فقط نوشتیم درصد دی. این میشه فرمت و گفتیم که این درصد دی متغیر xه که به صورت خودکار اومده این کار رو انجام بده. خب حالا میتونیم همین قضیه رو برای متغیرهای دیگه هم پیاده کنیم. من اینو کپی میکنم و پیست میکنم. این بار به جای x میگیم متغیر y رو چاپ کن. فرمت چاپ متغیرهای از جنس فلوت حرف f درصد f و میگیم متغیر y رفرنس بخوره به این درصد f و نهایتا هم متغیر از جنس کاراکتر ch. کاراکتر فرمتش میشه حرف C و میگیم که ch رو رفرنس بده به این فرمتی که اینجا استفاده شد و این رو میتونیم خروجیش رو ببینیم به این صورت. حرف X که با روش انتصاب مقدار دهی شده بود، یعنی اول تعریف شد بعد انتصاب دادیم بهش مقدار 4 رو. متغیر y که مقدار دهی اولیه شد، یعنی همزمان با تعریف شدن مقدار بهش دادیم و کاراکتر ch هم به همین صورت متغیر ch. و نکته هم که وجود داره در مورد این دقت اعداد اعشاریه که همونجوری که میبینید بازه بیشتری برای ذخیره اطلاعات و رنج بزرگتری از اعداد رو پوشش میدن. خب برگردیم به این اسلاید و الان میتونیم یه دید بهتری بهش داشته باشیم. وقتی میگیم که کر منظور در واقع کیورد زبان C برای تعریف متغیر از جنس کاراکتره. رنج در واقع محدوده‌ای که میتونه پوشش بده از منفی 108 تا 127. این عدم تقارن هم به خاطر صفره. و فرمتش هم منظور از فرمت، پس الان دیگه متوجه شدیم منظور فرمت چاپ و خروجیه که
درصد سی. برای این همونجوری که تو توضیحات خدمتتون عرض کردم درصد دی یا درصد آی استفاده میشه. دی دیجیت معمولا معروفتر و متداولتره. و در مورد این حالا پیشوندا unsigned به معنی در واقع بدون علامت بودنه و همونجوری هم که میبینید دیگه از بازه منفی 32768 نیست، از 0 تا 65535. و به صورت دیفالت وقتی نوشته نمیشه یعنی signed هست. اینت خالی یعنی signed int. unsigned int یعنی اینت بدون علامت. و شورت و لانگ هم حالا این قانون براشون صدق میکنه. وقتی ما در واقع پیشوند شورت رو نمی‌نویسیم یعنی اینت کوتاه. لانگ اینت با دقت مضاعف بازه بزرگتری از تقریبا منفی 2 میلیارد تا 2 میلیارد و حالا میتونه ترکیب هم بشه unsigned و short یا long با هم ترکیب بشه که حالا اینها باز میبینید فرمتاش تغییر میکنه. مثلا long int ld خواهد بود دیگه، دی خالی نیستش. برای فلوت هم همینطور فرمتش همونجوری که دیدین درصد f. میبینید که چه بازی بزرگتری از اعداد رو داره پوشش میده. طبیعتا محل بیشتری هم برای ذخیره سازی میگیره. از فلوت بزرگتر دابله. دابل در واقع فلوت با دقت مضاعفه، همونجوری که میبینید بازه به شدت بزرگتری رو داره پوشش میده و از اون بیشتر هم لانگ دابله که باید دقت بکنیم دیگه. دابل میشه LF فرمتش و لانگ دابل هم LF. برای کد نویسی و حالا فرمت بندی خروجی موارد رو باید بهش دقت بکنیم. و همونجوری که دیدیم کد چهارم از فصل سوم هم با هم دیگه نوشتیم و اجراش کردیم. متغیر x رو از روش انتصاب همونجوری که اینجا ازمون خواسته و متغیر y رو با روش مقداردهی، همچنین متغیر ch از جنس کاراکتر هم با روش مقداردهی تعریف و تخصیص رو براشون انجام دادیم و خروجی رو چاپ کردیم. دیدیم که به چه صورت میشه مواردی که حالا مقدار میگیرن رو نمایش بدیم. تا قبل از این صرفا ما مواردی که آماده بودن، حالا یه جمله و یه متن رو نمایش میدادیم. حالا یه مرحله پیشرفت کردیم. قدم بعد در واقع تعامله، یعنی برنامه بنویسیم که اینتراکت داشته باشه، چیزی رو بتونیم دریافت کنیم، روش کارهایی رو انجام بدیم و بعد خروجی اتفاق بیفته. برای این کار از دستور اسکنف استفاده کنیم. اسکنف یا اسکن فرمتد در حالت کلی برای دریافت اطلاعات ورودی. مشابه پرینتف یک تابع و یک کامند داخل کتابخانه stdio.h و هر نوع اطلاعاتی رو میتونیم از کاربر دریافت کنیم به شرط اینکه فرمت کلیش رو رعایت کنیم. فرمت کلیش تقریبا مشابه پرینتف. یک اکسپرشن یک داریم، در واقع فرمت ورودی ها رو مشخص میکنیم. یک کاما داریم، بعد کاما امپرسند داریم که این نشان برای آدرس دهی حافظه در زبان سی. حالا تو فصل پوینترام باز بیشتر و تخصصی تر در موردش صحبت می‌کنیم. و اکسپرشن دو میشه نام متغیری که مد نظر ماست و میخوایم ذخیره سازی اتفاق بیفته. پس کلی بخوام بهتون بگم، اینجا میایم میگیم که متغیری که میخوایم مقدار رو داخلش بریزیم، یعنی دریافت کنیم و داخلش بریزیم چه فرمتیه، و اینجا میگیم که اسم متغیر چیه. حالا بریم یه مثال ازش ببینیم. برای مثال میخوایم برنامه‌ای بنویسیم برای دریافت ورودی مقادیر که این دو تا عدد اعداد صحیح و اشاری و میخوایم اونها رو چاپ کنیم به صورت عدد نماد علمی و یا به صورت عادی. وارد IDE میشیم، با کنترل N یه سورس فایل جدید ایجاد میکنیم، sharp include stdio.h
int main و return 0. بسیار عالی. کارمون رو شروع میکنیم. میخوایم که دو مقدار رو از کاربر دریافت کنیم. ورودی های ما میشه. پس می نویسیم که میخوایم به صورت حرفه‌ای تر عمل کنیم. میخوایم در واقع اینتراکشن و تعامل رو یاد بگیریم که چجوری از کاربر مقدار دریافت کنیم. تا قبل از این صرفا یا مقدار دهی میکردیم یا چیزی رو که خودمون تایپ کرده بودیم رو نشون میدادیم. حالا میخوایم چیزی که از بیرون برنامه دریافت میشه رو چاپ بکنیم. پس میگیم که printf برای مثال enter the first رو من اینجوری مخفف می نویسم first number و بعد از اون حالا میخوایم برای اولین بار از دستور scanf استفاده کنیم. می نویسیم که scanf پرانتز باز فرمت کلی ساختارش رو رعایت میکنیم. بعد از scanf پرانتز باز و بسته میشه، یه دبل کوتیشن میزنیم. اکسپرشن 1 میشه فرمت ورودی. عدد اول برای مثال فرض میکنیم که عدد صحیح هست، پس برای اعداد صحیح فرمت ورودی درصد دیه. بعد از دبل کوتیشن کاما میذاریم، امپرسند فراموش نشه برای آدرس دهیه. بعد اسم متغیر رو می‌نویسیم. می‌خوایم در واقع بفرستیمش مثلا داخل متغیر A. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که اینجا نباید فراموش کنیم که الان ما اتفاقی که افتاده اینه، اومدیم به کاربر گفتیم که عدد اول رو وارد کن، بعد گفتیم که این عدد رو اسکن کن و به صورت فرمت دیجیت یا اینتیجر بریز داخل A. آدرس A رو بهش دادیم، با امپرسند آدرس دادیم، گفتیم بریز داخل A. اون چیزی که الان شما متوجهش میشید اینه که تعریف نکردیم که اصلا A چیه و به چه صورتی که داخلش ذخیره کنه. پس قبل از اون میایم در واقع A رو تعریف میکنیم، میگیم که int A، پس متغیری به نام A وجود داره که حالا میگیم آدرس دهی کردیم و میگیم این مقدار رو بریز داخلش. پس بعد اول با این کار از حافظه یه چند تا بیت اختصاص بدیم، یعنی با این دستور ما اومدیم چند تا خونه از حافظه رو خالی گذاشتیم برای A و الان با امپرسند آدرس اون چند تا خونه خالی رو دادیم، گفتیم که اینو بریز داخل A. بسیار عدد دوم اونم تعریف میکنیم. فرض کن عدد دوم فلوته، فلوت B، سمیکالن فراموش نشه و همین اتفاق رو برای B خواهیم داشت. میگیم اینتر مثلا second number و میگیم که با فرمت floating point درصد f بریز داخل متغیر b که اینجا چند تا خونه از حافظه رو بهش اختصاص دادیم. و برای اینکه این برنامه با هم یه ذره مشکل خانایی نداشته باشه، اینجوری بک‌اسلش فکر کنم لازم باشه که بعد از خوندنش بیاد خط بعد. حالا فعلا تو مرحله اسکنیم، کامپایل نمیزنم، میخوایم اینا رو حالا چاپ بکنیم. اوکی، دو تا مقدار A و B رو گرفتیم، حالا میخوایم اینا رو نمایش بدیم. میگیم که printf، مثلا میتونیم بگیم A مساویه با درصد D یا I، فرقی نداره و کاما رو میذاریم و بهش میگیم که این درصد دی اول مربوط به چیه، میگیم تغییر A و سمیکالن فراموش نشه. به همین صورت میتونیم مورد بعد رو تعریف کنیم. میگیم که پرینت کن B رو
این بار درصد f، فرمتمون فلوتینگ پوینت، اینا رو فراموش نکنید، دقت کنید و متغیری که رفرنس میخوره به این درصد f میشه b. اینو بیا و برامون چاپ. بریم خروجیشو ببینیم به چه صورت شد. کامپایل میکنیم. اپ 05 میشین. خب بدون ارور وارنینگ کامپایل شد. حالا ران میکنیم. ببینید برنامه که اجرا میشه میگه printf first number، دو نقطه اسپیس، منتظره که اون تعامل با کاربر اتفاق بیفته. ما الان باید عدد وارد کنیم. برای مثال میگیم حرف A برابر با مثلا عدد 8، بعد اینتر میزنیم. حالا میاد خط بعد و میگه که سکند نامبر رو وارد کن، همچنان منتظر تعامل کاربره. عدد B مثلا 3.3، اینتر. حالا میاد میگه که A مساویه با 8 و B مساویه با 3.3. البته یه بک‌اسلش n اینجا بهتر بود میذاشیم که این تفکیک بهتر اتفاق بیفته. یه بک‌اسلش n اینجا میذارم و یه بک‌اسلش n هم اینجا میذارم که این نمایش و خروجی ها در واقع جدا بشه، تفکیک بشه. این بک‌اسلش n هم میتونیم برداریم. حالا سوال اینجاست که چرا میتونیم بک‌اسلش n سکند نامبر رو برداریم؟ حالا یه بار برنامه رو اجرا بکنیم. مثلا 5.4. نکته‌ای که وجود داره اینه که اسکنف بعد از اینکه اسکن میکنه عدد 5 رو به صورت اتومات میره به خط بعد انگار. پس یعنی اون بک‌اسلش رو برداریم، اتومات سکند نامبر بعد پرینتف فرست نامبر قرار میگیره و بعد از وارد کردن 5 اینتر میزنیم. 4.10 هم وارد میکنیم، اینتر میزنیم. عدد دوم میتونیم به نوعی عدد صحیح بزنیم دیگه. عدد صحیح هم حالا یه نوع میتونه با فرمت اعشار ممیز صفر نوشته بشه دیگه. حالا برای مثال من میگم 5.9. ببینید خود 9 هم میتونه با فرمت فلوتینگ پوینت بنویسه، منتها خب صفر بعد اعشار خونده نمیشه دیگه، ما اینو 9 خالی میخونیم. به این صورت میتونیم تعامل ایجاد کنیم. این اتفاقی که الان داره میفته شاید به ظاهر بیسیک باشه و فرض کنیم که خب چرا ما باید یه عدد رو از کاربر بگیریم و دوباره بگیم یه عدد اینه. منتها ما داریم مفهوم قضیه رو آموزش میبینیم که چجوری بتونیم از کاربر ورودی بگیریم، روی اون میتونیم توی این مرحله یه سری حالا پروسس های انجام بدیم. همه برنامه‌های پیچیده شاید بگیم فاندامنتالشون اینه که مثلا یه ورودی میگیرن و خروجی رو نشون میدن. ما داریم اینها رو یاد میگیریم، حالا به صورت بدیهی و ساده. فعلا نمیخوایم درگیر پیچیدگی‌های ذاتی یه برنامه بشیم. به این صورت یاد میگیریم که چجوری در واقع با ساختار ورودی و خروجی کار بکنیم. فرض کنید داخل پرینتف دوم که مثلا عدد b رو داشتیم نمایش میدادیم، ما میتونیم برای دستور اسکنف یا حتی برای دستور پرینتف چند فرمت برای چند متغیر داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بیایم بگیم که printf b مساویه با درصد f، مثلا این میشه فرمت فلوتینگ پوینت b که نشون داده میشه و بعدش بگیم که مثلا and b مساویه با درصد e. مثلا میخوایم بگیم b مساویه این عدد به صورت اعشاری و این عدد به صورت نماد علمی. کاری که میکنیم اینجا اینه. ببینید وقتی ما دو تا مودیفایر داریم، دو تا درصد f و مثلا درصد e داریم، یعنی باید دو تا رفرنس دی انجام بشه. این کاما بعدش متغیرهایی که جای اینها میشینه. الان b میشینه جای درصد f اول. اگر من یه کاما بزنم
و یه بی دیگه چاپ بکنم، عذرخواهی میکنم تایپ بکنم، بی دوم میشینه جای درصدی. پس یعنی ما به ازای این فرمت هایی که اینجا تایپ میکنیم باید بهشون رفرنس بدیم که چی بشینه جای اینها، جای این فرمت ها. الان میتونیم خروجی رو با هم ببینیم. مثلا 8 و 12 × 55. ببینید عدد A که مساوی 8 رو نوشته، اومده گفته B مساوی با 12 × 55، این به صورت اعشاری، و مساوی با 1/255 E پلاس 1، یعنی 1/255 ضرب در 10 که این ضرب در 10 میشه 12/55. اون مدل نوشتن نماد علمی عددی از 1 تا 10 ضرب در توانی از 10 که ای پلاس مثلا 1 2، یعنی 10 به توان 1 2، ماینس هم میتونه باشه، 10 به توان -1 -2. و به این صورت اومدیم ما این کار رو انجام دادیم. همین قضیه رو میتونیم برای حالا A هم داشته باشیم، همین قضیه رو میتونیم برای اسکنف هم داشته باشیم، یعنی به صورت همزمان دو تا عدد رو اسکن کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که please enter first and second number، و دیگه به جایی که دو بار این کار رو انجام بدیم میگیم که اسکنف با فرمت دیجیت برای عدد اعشاری ورودی رو اسکن کن، بریز داخل A، و میتونیم که در ادامه این بذاریم با فرمت F، یعنی برای عدد اعشاری اینجا یک کاما بزنیم و دوباره امپرسند B. اتفاقی که میفته مشابه اینه، یعنی ما اومدیم دو بار فرمت رو اجرا کردیم، پس دو تا متغیر رفرنس دادیم. اینجا برای اسکن اومدیم دو بار فرمت رو تایپ کردیم، پس بعد دو بار آدرس دهی بکنیم که داخل چه متغیرهایی این ورودی ها ریخته بشه. اینجا من این بک‌اسلش ان میذارم که در واقع بره خط بعد و دوبار که اینتر میزنیم اعداد به صورت متوالی زیر هم نوشته بشه. بریم اجراشو ببینیم. میگه اینتر فرست اند سکند نامبر، برای مثال میگیم 7 و مثلا 9/9. اینتر که بزنیم دیدید 7 رو که اینتر زدیم انگار این مرحله امپرسند ای انجام شد، اومد خط بعد با فرمت فلوت 9.9 ریخت تو B و برنامه به درستی داره کار میکنه. A رو فرمت دی نمایش داد، B رو یک بار 9.9 نشون داد، یک بار 9.9 با 10 به توان 0، چون 9.9 به هر حال عددی بین 0 تا 10 دیگه، لازم نیست در توانی از 10 هم باشه. همین قضیه رو میتونیم با ای بزرگ هم تست کنیم، تفاوتش فقط در ای کوچیک یا بزرگ بودنه. مثلا 70 و 49/55 می‌بینیم که به جای ای کوچیک فقط ای بزرگ میاره و به صورت نماد علمی برامون چاپ میکنه. برای مثال بعد همین موضوعی که در مثال قبل من براتون نمایش دادم، به این صورت که در واقع پرینت اف یا اسکنف به صورت متوالی اتفاق بیفته، یعنی ما چند بار فرمت رو بنویسیم و چند بار آدرس بدیم برای اسکنف، یا برای پرینت اف چند بار فرمت چاپ دیتا رو بنویسیم و رفرنس بدیم که چه دیتاهایی قراره به جای این فرمت ها بشینه. هر کدوم اینا به ترتیب، یعنی اگر می نویسیم درصد دی درصد دی درصد دی، یعنی درصد دی دیجیت اول میشه اولین آدرس دهی داخل X ریخته میشه، اولین عددی که اینجا وارد بشه. درصد دی دوم میشه آدرس دهی دوم و سومی هم متناظرا با سوم. برای پرینت اف هم به همین صورته. این مثال رو من میسپارم به شما که خودتون حتما تایپ کنید 0 تا 100 رو و به صورت معادن مختلف تست کنید. اگر ارور خوردید رفعش کنید.
که مسلط بشید به این. و به عنوان موضوع نهایی این فصل در مورد فایل‌های اجرایی صحبتی کلی خواهیم داشت. ببینید دوستان، بعد از تکمیل کامپایل و اجرای برنامه‌های زبان C، کد مد نظر همونجوری که همه این برنامه‌هایی که نوشتیم سیوشون کردیم با یک اسم در یک آدرس مشخص ذخیره میشه. حالا اگر مراجعه بکنیم می‌بینیم که برای هر فایل دو تا فایل وجود داره موقع سیو شدن. یکیش فایل کد برنامه از پسوند .c و یه فایل هم اجراییه که برای ویندوز فایل اجرایی با همون exe شناخته میشه .exe. برای مثال میتونیم این قضیه رو ببینیم. همونجوری که میبینید جایی که من برای ذخیره فایل ها ازش استفاده کردم دسکتاپ بوده. هر برنامه‌ای که نوشتیم از اون اسم دو تا فایل وجود داره. مثلا اپ 3 یه اپ آندرسکور 03 با این فرمت داریم، یه اپ 03 با این فرمت که البته چون ما با دف سی پلاس پلاس نوشتیم این فرمت رو دات سی پلاس پلاس ذخیره کرده، ولی خب در حالت کلی همون دات سی اگر از کد بلاکس هم استفاده کنیم همین نتیجه رو به هم میده. و فایل بعدی فایل .exe. اما هدف از بیان این موضوع چیه؟ ببینید نکته‌ای که وجود داره این هست که اگر ما داخل IDE بخوایم فایلی رو برنامه‌ای رو اجرا کنیم به صورت عادی و نرمال اجرا میشه تا اینکه ما اون مرحله press any key to continue برسیم، یعنی یک کلید رو بزنیم تا صفحه ترمینال بسته بشه. اما اگر بخوایم که فایل اگزه رو به کسی بدیم، یعنی اینکه نخواهیم در واقع کسی به کدهای ما دسترسی داشته باشه ولی بتونه برنامه ما رو اجرا کنه، این خیلی موضوع مهمیه و در واقع همه برنامه‌هایی که دیولپ میشه تقریبا، حالا بحث برنامه‌های اوپن سورس رو بذاریم کنار، برنامه‌ها به این صورت نوشته میشه که ما میتونیم اون اپلیکیشن اون پروگرام رو اجرا بکنیم ازش استفاده بکنیم ولی کدهای پشت صحنه رو نمیبینیم. برای مثال ما وقتی حالا فایرفاکس یا مطلب، انسیس، برنامه این مدلی برنامه آفیس رو باز میکنیم ازشون استفاده میکنیم ولی کدهای پشتشون رو نمیتونیم ببینیم. فایل اگزه به این صورته که ما میتونیم اینو اجرا کنیم با دبل کلیک. ببینید این برنامه آخری که نوشتیم اینتر فرست اند سکند نامبر اجرا میشه. منتها در برنامه‌های اگزه دیگه اون فرایند پرس یعنی که تو کانتینیو وجود نداره، یعنی برنامه به محض پروسس شدن برسه به ریترن زیرو خارج میشه. یعنی چی؟ مثلا همون اعداد رو برای مثال ما بدیم، ببینید اصلا نتیجه رو انگار به ما نشون نداد، در صورتی که نشون میده ولی در صدم ثانیه بعد از نمایش اطلاعات خارج میشه. نکته ای که ما میخوایم توی اسلاید بگیم همینه که با این موضوع آشنا باشیم. دو تا دستور برای این قضیه وجود داره که میتونیم از دستور سیستم پاز استفاده کنیم یا دستور getch که هر دوش در واقع یک کار انجام میده. دستور سیستم پاز مانع از بسته شدن پنجره ترمینال میشه و منتظر میشه تا یه دکمه رو بزنیم، همون پرس any key. دستور getch هم به همین صورت. البته این getch هدف اصلیش برای get کرکتره ولی حالا فعلا با این دستور و کاربرد کاری نداریم. کاربردی که معمولا ازش استفاده میشه اگر جایی هم دیدید هدف این هست، یک تابع و کامند مثل printf یا scanf که داخل stdio بودن getch داخل canio.h داخل این کتابخانه یا هدر فایل برای دریافت یک کاراکتر، اما هدف بسته نشدن پنجره ترمینال بعد از اتمام دستورات. حالا بریم یه مثال ازش ببینیم. برای مثال فرض کنید که میخوایم توی همین مثال این قضیه رو با هم ببینیم.
اول get ch رو با هم تست میکنیم، کتابخونه مربوطهش رو وارد میکنیم char include canio.h و نهایتا از دستور get ch استفاده میکنیم. و یه بار کامپایل میکنیم که سیو بشه و کامپایل بشه. دیالا ران نیاز نیست بکنیم و میایم داخل دسکتاپ و یه بار دیگه همین اگزر رو با دبل کلیک اجرا میکنیم. ببینید این بار بعد از در واقع اجرای برنامه و چاپ خروجی به صورت بلافاصله سریع بسته نمیشه، منتظر میمونه تا ما یه کاراکتری رو کلیدی از صفحه کلید رو وارد بکنیم، مثلا من یه اینتر میزنم بعد بسته میشه. در حالت قبل بدون get ch دیدید که به سرعت بسته میشه. برای دستور سیستم پاز هم به همین صورت، منتها سیستم پاز داخل دف سی پلاس پلاس به خوبی شناسایی نمیشه، احتمالاً به خاطر تفاوت حالا کامپایلرها و استانداردهای سی محسوب بشه، ولی داخل کد بلاکس هم میتونیم این مثال رو ببینیم، هم با یه آشنایی خوبی از کد بلاکس کارمون رو تموم. خب برای این کار کد بلاکس رو باز میکنیم و یه توضیح کلی میدیم که شاید بعضی از دوستان بخوان با این آیدی تکرار رو تمرین کنن. فضای کلی به این صورت مشابه دف سی پلاس پلاس فضای ساده و در واقع کاربرپسندی داره بدون پیچیدگی های خاصی. یه سری موارد به صورت حالا پیشنهادی آورده، مثلا یه نیو پراجکت بسازید. پراجکت های مختلفی داره مثل مطلب پراجکت، مثل حالا QT یا آردوینو AVR و فورترن رو پشتیبانی میکنه، جاوا رو. در واقع آیدیه بسیار کاملیه کد بلاکس. ما یه کنسول اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم، میپرسه که حالا با کدوم زبان، ما سی رو انتخاب میکنیم طبیعتا و از ما محل ذخیره سازی و حالا اسم پروژه رو میخواد. ما مثلا اپ 05 با حروف بزرگ میذاریم و مینویسیم که کد بلاکس، که یادمون باشه که این رو با کد بلاکس نوشتیم. نکست رو میزنیم و کامپایلرش رو میزنیم رو گنو GCC کامپایلر باشه و فینیش رو میزنیم. با این کار یه پراجکت ساخته میشه. روی مین که دبل کلیک کنیم این رو برامون میاره به صورت پیشفرض، در واقع این برنامه رو برامون میسازه تو کنسول اپلیکیشن های زبان سی. همون چیزیه که ما نوشتیم و در موردش صحبت کردیم. البته خب کتابخانه استدی لیب یا استاندارد لایبراری رو فعلا در موردش صحبت نکردیم و تا فصل آتی هم صحبت نمی کنیم، با این قضیه کاری نداریم. در واقع حالا میتونیم کلیت کار رو پاک کنیم و کد خودمون رو اضافه کنیم. این میشه یه پراجکت. حالا پراجکت مجموعی از چند تا سورس فایله. من این پراجکت رو میتونم ببندم و یه دونه امتی سورس فایل خالی ایجاد کنم. این هم فرآیندش مشابه، خیلی تفاوتی نداره. اون سورس فایلی که ما توی دف سی پلاس پلاس ایجاد میکردیم همینه. میتونیم تو دف سی پلاس پلاس هم پراجکت ایجاد کنیم، فرق نداره. حالا در واقع برای اینکه پیچیدگی پیش نیاد من اینو میبندم کلا. در واقع کلوز پراجکت رو میزنم. بدون سیو کردن با یه امتی فایل میسازم که موارد رو داخلش پیست میکنیم. کد همون کده، فقط به جای گتسیش اینجا سیستم پاز رو آوردیم و دیگه نیازی به کتابخونه کانیو دات اچ هم نیست. کامپایلش میکنیم. حالا از ما در واقع اسم میخواد که همین آن تایتل 2 رو میپذیریم، سیوش میکنیم، کامپایل میشه بدون ارور و خطا و ران میکنیم.
می‌بینی که برنامه از این جهت اوکی. حالا میخوایم بدون IDE شو تست کنیم. فایلایی که برامون ساخت این سه تاه. می‌بینید که کد بلاکس میاد و با پسوند دات سی میسازه دیگه و اینم فایل اگزشه. حالا اینم فایل کمکی که با این کار نداریم. فایل اگزش رو من دبل کلیک میکنم، دو تا عدد میدم، 5 مثلا و 4 و نیم. میبینید که بعدش بلافاصله بسته نمیشه، میگه که پرست یعنی کی تو کانتینیو که من یه اینتر بزنم بعد بسته میشه، با اینکه فایل اگزه رو ران کردیم. بسیار خوب، توضیحات نهایی خدمتتون ارائه شد در مورد فایل کد برنامه و یا فایل اجرایی و تفاوتی که دارن و نحوه کار کردن باشون و مزیتی که فایل اجرایی داره اگر بخواید فایلتون رو کاربری اجرا کنه ولی به کدهای شما دسترسی نداشته باشه. و جمع‌بندی نهایی در خصوص فصل سوم، ما با ساختار کلی ساده ترین برنامه زبان سی آشنا شدیم، با تابع مین آشنا شدیم و اجزای مختلفش رو شناختیم. یک سری از علائم برنامه نویسی رو در موردشون صحبت کردیم و با دیتا تایپ ها کار کردیم. در مورد تعریف و تخصیص متغیرها مثالهایی رو حل کردیم و در حالت کلی همیشه حواسمون باشه سه تا راه حل کلی وجود داره: یک انتصاب، دو مقداردهی و سه دریافت از ورودی برای متغیرها. و در مورد دو تا کامند بسیار معروف و رایج و پرکاربرد کتابخانه stdio صحبت کردیم: پرینتف و اسکنف، که اصولا ساختار ورودی و خروجی در زبان سی حول این دوتا دستور میچرخه و حالا بعضی دستورات دیگر که به تناسب کاربردشون شاید کمتر باشه. و در فصل آتی به عملگرها میپردازیم. اگر این ویدیو براتون مفید بوده خوشحال میشم که حمایت کنید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. و اگر سوالی، نکته‌ای و یا موردی بود داخل کامنت ها حتما ذکر بکنید. ممنون از همراهیتون، امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.